بسیار طعب لطیف دارند، حج را دوست می‌دارند، بسیار معقول بودند و حتی مدت وقتی که با روزنامه زن و مرد و عائله همکاری می‌کردند، بسیار موادها رو از نظر اون کس می‌گذراندند و گمان می‌کنم که ستار خیرخان یک ژورنالیست بسیار باریک‌بین هستند. با موضوع اخلاق، با موضوع عالم باطنی انسان نگریستن را دوست می‌دارند و بسیار خوشبختم که امروز هم ما همکار هستیم و گوه از همون تجربه های پیشتره اون کس از سالهایی که در روزنامه کار میکردند با اون همکارانی که علاقه متاسفانه در بینمون نیستن صحبت میکنیم و گمان میکنم که از اکای ستار خیرخان ژورنالیست امروزه بسیار چیز می‌آموزد. هنگام تجربه آموزی هم در روزنامه حقیقت قرغان‌تپه که امروز خطلان نام دارد، استاد در کتیبات کار می‌کردند و هنگام نوبتداری هم در مطبعه با همسرشون اپای گنجینه هم شناس شده بودم و می‌دونستم که این عائله در پیشبرد کور روزنامه ولایتی سهمی کلان داشت. هنگام تجربه آموزی هم در روزنامه حقیقت قرغان‌تپه که امروز خطلان نام دارد، استاد در کتیبات کار می‌کردند و هنگام نوبتداری هم در مطبعه با همسرشون اپای گنجینه هم شناس شده بودم و می‌دونستم که این عائله در پیشبرد کور روزنامه ولایتی سهمی کلان داشت.